یک سکینی جماعتی در شهر کولاب از مقامات تاجیکستان و افغانستان برای به وطن بازگرداندن دخترش کمک خواسته است. گلنسو سفر و ادعا دارد که دختر 25 سالش ستاره عبدالرحیم 5 سال اینجانب در اسارت قاچاقبرانی افغان است. مادرش میگوید ستاره از افغانستان سال 1 یا 2 بار با او تماس تلفنی میگیرد. Mama را برای تو دادیم کن باور کن که سالی سالش دادیم. هم بردگی کن گذارونده جگه چوله که خیلی میگذارد او داده افغان چیز بود که بردگیم افغان چیز من فکرم کنید مگه کاهش و نگاه که تمہارا اینای سیستم دیو میده و دیدم نکنید کنه اومده تلفن هم میگیرم تا 5 مینوت بیاد افغانیش نمیمونم. در تماس آخرین که روز 26 ایون امسال صورت گرفت ستاره عبدالرحیم به مادرش گفته است که در اسارت مرد با نام محبت در منطقه شهر بزرگ ولایت بدخشان افغانستان نگهداری می شود.